اعتراف میکنم وقتی عشقمو با بابام دیدم دیوونه شدم. هر کاری کردم جدا نشدن تا اینکه رفتم پیش دعانویس معروف و اون. بریم بشنویم اعتراف جنجالی امروز رو. من و لیلا توی مهمونی با هم آشنا شدیم. یه جمع دوستانه و دور همی. وقتی دیدمش عاشق صورت معصوم و رفتار پاکش شدم. مشروب نمیخورد، سیگار نمیکشید، با پسرا گرم نمیگرفت و خلاصه سر به زیر بود. همون شب بهش شماره دادم، اما خانوم کلی طول کشید تا بهم پیام بده. با هم دوست شدیم و من همه چی براش فراهم میکردم. همه چی براش میخریدم. میبردمش بهترین رستورانا، میبردمش بهترین جاهای شهر. دلم میخواست به عالم و آدم معرفیش کنم. اینقدر زیبا بود که دلم میخواست ساعت رو بشینم و بهش خیره بشم. عاشق خنده معصومش بودم. راستش قصد ازدواج داشتم، اما خب باید سالگرد مامانم میرفت و بعد میرفتم خواستگاریش. من و بابام با هم زندگی میکردیم. بابام مرد خوبی بود و چند ماه پیش مادرم رو از دست دادیم بر اثر سرطان. حتی میخواستم لیلا رو به بابام معرفی کنم، اما نمیدونم چرا هر بار نمیشد. همه چی عالی بود. سال مامانم هم تموم شد و میخواستم باهاش صحبت کنم که برم خواستگاریش، که خودش گفت امید میخوام ازت جدا بشم. با شنیدن حرفش یه حالی بهم دست داد و ناباور گفتم چرا؟ جواب داد من و تو به درد هم نمیخوریم. من میخوام با عقلم ازدواج کنم. میخوام با مردی باشم که همه جور هوامو داره. نمیفهمیدم حرفاشو، به خاطر همین گیج گفتم چی داری میگی تو؟ من که پول دارم، خونه دارم، ماشین دارم. دیگه چی میخوای؟ همه جور هواتم دارم. پس چی میگی؟ دردت چیه؟ جواب داد کافی نیست. باورم نمیشد این دختر پول پرست باشه. آخه من همه جوره میخواستمش. به خدا کم مونده بود به پاش بیفتم. اما رفت که رفت. داغون بودم. همون شب برگشتم خونه. بابام گفت میخوام در مورد یه موضوعی باهات صحبت کنم، اما من گفتم حوصله ندارم، بذار واسه بعد. تا چندین هفته تو لاک خودم بودم. هیچ جوره نمیتونستم فراموشش کنم. حتی نمیتونستم بهش زنگ بزنم چون غرورم اجازه نمیداد. بالاخره بابا منو گیر انداخت و خیلی جدی گفت من میخوام ازدواج کنم. راستش مخالف نبودم چون بابام جوان بود و حق زندگی داشت. به خاطر همین گفتم خوشبخت بشی. برخورد کنم. چون گفت واقعا بابا؟ جواب دادم بله، شما هم حق زندگی دارید. فوری بغلم کرد و سرمو بوسید و گفت زنده باشی شیر پسرم، زنده باشی عشق بابا. من بهت افتخار میکنم. انشالله تو هم تو لباس دامادی میبینم. ریشخندی زدم. نمیتونستم زنی رو کنارم بیارم جز لیلا. نمیتونستم بیخیال لیلا بشم. بابام گفت چند روز دیگه عروسیشه و یه مراسم ساده میگیرن و منم باید برم. به خاطر بابام قبول کردم. چند بار خواستم به لیلا زنگ بزنم، اما نتونستم. باید فراموشش میکردم. بالاخره روز عروسی بابام رسید و همه رفتیم محضر. من زنش رو ندیده بودم. انقدر درگیر بودم حتی بهش نگفتم عکس زنتو نشونم بده. با عمه اینام رفته بود خواستگاری. بابا و همسرش اومدن. همون لحظه عمم آروم تو گوشم گفت ماشاءالله بابات عجب زنی گرفته. خیلی خوشگله و خیلی جوون. با شنیدن حرف عمم سر بلند کردم. با دیدن لیلا که کنار بابام بود. دوستای گلم، قبل از اینکه بقیه اعتراف رو واسهتون تعریف کنم لطفاً لایک کنید و با سابسکرایب کردن و زدن زنگوله اولین نفر از بقیه اعترافات ما با خبر بشید. ممنون. رفتم. چند بار پلک زدم که بلکه واقعی نباشه، اما نه، واقعی بود. لیلا عروس بابام شده بود. اونم با دیدن من رنگش پرید. داشتم دیوونه می شدم، اما کاری از دستم بر نمی اومد. نمیتونستم از مراسم برم، نمیتونستم خوشحالی بابامو خراب کنم. لیلا هم هی به من نگاه می کرد. وقتی میگن دنیا خیلی کوچیکه منظورشون همچین چیزیه. اون روز لعنتی تموم شد. از اینکه بابام و لیلا قرار بود با هم باشن دیوونه می شدم. من همه جوره با اون دختر بودم و حالا بابام. از اون بدتر همگی قرار بود توی خونه زندگی کنیم. تصمیم گرفتم برم خونه خودم، اما بابام اجازه نداد. میگفت تو هم باید باشی با هم.
آخه چطور با زنی زندگی کنم که قبلا عشقم بوده و حالا شده زن بابام؟ لیلا یه جوری رفتار میکرد که انگار گذشته‌ای با هم داشتیم. هر شب مست میکردم و در عرض چند ماه چندین کیلو لاغر کردم. اون زن تو خوشی غرق بود و من بیچاره شدم. پس تصمیم گرفتم زندگیشو خراب کنم. شبها تا صبح صداشون رو با بابام میشنیدم. همین روانی میکرد. معروف ترین دعانویس شهر رو پیدا کردم. رفتم پیشش. جریان رو گفتم. اونم گفت خب طلسم بابات میخوای یا اون زن؟ جواب دادم واسه اون زن. یه جوری بیچاره بشه حتی خانواده‌شم نخوانش. یا آهان گفت میتونم بنویسم اما هزینه‌اش گرونه. جواب دادم مهم نیست. هرچی باشه میدم. فقط نابود بشه. من فکر میکردم پاکه. فکر میکردم آدم درستیه. اما خب نبود. از هر بدی بدتر بود. به بدبختی مو و ناخونش رو گیر آوردم و بردم واسه دعانویس. اصلا هیچ وقت فکر نمی کردم پام به این جور جاها باز بشه. من اعتقادی نداشتم به این موضوع، اما لیلا کاری با هم کرد که رو آوردم به این چیزا. برام طلسم رو نوشت و یواشکی یه جاهایی که جلوی دیدش نباشه گذاشتم. راستش دیگه عاشقش نبودم. از جلوی چشمم افتاده بود و به نظرم یه آدم بد می اومد. چند ماه گذشت. از طلسم ناامید شدم. فکر میکردم کار نمیکنه که در اوج ناامیدی صدای داد و بیدادشون به گوش رسید و فهمیدم بله بابام مچش رو با یه پسر گرفته. بابامو میشناختم. کله خراب بود. رفت همه چیو به خانواده‌اش گفت و لیلا رو از خونه بیرون انداخت. وقتی بیرونش کرد آروم گفتم به من خیانت کردی. حالا داری تاوانش رو پس میدی. خودتو معصوم جلوه دادی اما خب خراب بودی. هیچی نگفت. بابام فوری طلاقش داد. حتی مهریه هم بهش نداد. شنیدم خانواده‌اش هم از خونه بیرونش کردن چون خانواده زیادی حساس بودن. به مراد دلم رسیدم. بابام حالش بد بود. هی میگفت من چطور این دختر رو گرفتم؟ چطور بهش اعتماد کردم؟ دلم به حال بابام میسوخت. اما خب چاره‌ای نبود. واسه شیرینی رفتم به دعانویسه کلی پول دادم و گفتم دمت گرم. من مجردم و ازدواج نکردم. راستش دیگه به کسی اعتماد ندارم. اون دختر اعتماد منو از بین برد. بابامم ازدواج نکرده و اونم مجرده و میگه دیگه هیچ وقت ازدواج نمی کنم. من هیچ وقت بهش نگفتم قبل از اون با لیلا بودم. نمیخواستم فکر بد بکنه. نمیخواستم بابامو از دست بدم. انشالله که خدا لعنتش کنه. ازش متنفرم. شده با همچین آدمایی وارد رابطه بشید؟ شده زندگیتون خراب بشه؟ شده اعتمادتون از بین بره؟ من نابود شدم و هیچ وقت اون دختر رو نمیبخشم. خدا رو شکر هیچ خبری ازش ندارم. بیاید از تجربیات خودتون تو کامنت ها برامون بگید.